سلام و درودی به پایان و با احترام ادب خاصه و شنوندگانی که ما را میشنوند و امیدوار هستیم بردم و خوب و با قوت و سلامت هستید. طفل سرکش خون کند قلب پدر، همچو انگشتی زیاده دردی سر. امیدوار هستیم این قصه پسند شما می شود و در حق بنده دعای خیر می کنید. پسرک در شهر پاریس و مسجد در آمده از امام مسجد پرسید: پدر و مادرم مرا فرستاده است برای تحصیل که آیا من می توانم در مدرسه شما تحصیل علم و تربیه اسلامی بگیرم؟ امام با یک احترام بله گفت و سوال کرد: از پسرک که والدینت کجاست؟ ما باید از پدر و مادرت معلومات بگیریم، گفت امام. پسرک گفت: پدر و مادرم در بیرون مسجد است، آنها با مسجد در آمده نمی توانند زیرا آنها مسلمان نیستند. امام باشد بعد شنیدن پسرک شتابان به صحن دروازه مسجد رفت و پدر و مادر پسرک را دید و با یک پیشواز خوب پذیرایی کرد و مقصد والدین پسرک را پرسید. آنها باشند در جواب گفتند: تقصیر، ما یک همسایه مسلمان داریم، وقتی با فرزندانش وا میخورد و میگسلاند آنها را به مکتب و مدرسه، فرزندان دست پدر و مادر را میبوسند و به سرشان میمالند و بسیار عزت میکنند، حتی به دیگران مهربانند. پدر و مادر را مسلمانان و خانه پیرنسالان نمیبرند، زبان شیرین دارند و به همه احترام میگذارند. از شما خواهشمندیم احترام فرزند ما را از اسلام و تربیه اسلامی آموزانید. شاید در آینده شخصی وفادار به جمعیت و انسانیت شود. قهرمان است کسی که فرزندانش تربیه انسانی دارند و آداب اسلام را میدانند و میخوانند، حالان که قرآن سر تا پا ادب است. بزرگان فرموده اند: نزد ارباب هنر مایه ایمان ادب است. لاجرم پیشه مردان سخندان ادب است. آدمی زاده اگر بی ادب است آدم نیست. فرق در بین بنی آدم و حیوان ادب است. یک دو روز تو در این خانه تنگ مهمانی، با ادب باش که خاصیت مهمان ادب است. بی ادب را نبود لایق سلطان چیز، نیک بینگر به یقین لایق سلطان ادب است. کردم از عقل سؤالی که بگو ایمان چیست؟ عقل بر گوش و تنم گفت که ایمان ادب است. چشم بگشا و ببین جمله کلام الله را، آیت آیت همگی معنی قرآن ادب است. رو پسر پند پدر گوش بکن هر شب و روز، دولت و ثروت تاج سری مردان ادب است. شمس تبریز بکن ذکر خدای ملکوت، نغمه پردازی این مرغ خوش الحان ادب است. باوری دارم به شما این قصه پسند می آید و
در آخر نوار فکرهای خود را می نویسید و ابراز نظر خود را می گویید. باقی سلامت و بردم و با قوت باشید. خداوند نگهبان ما و شما. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.